سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 6 فوریه همراه شما. قتل یک نفر در ولایت قزاقستان جنوبی سبب اعتراض و خرابکاری در یک روستای تاجیک نشین ولایت شد. پلیس قزاقستان گفت در نتیجه بی‌ترتیبی‌های شام 5 فوریه در روستای انتماق چند ماشین و خانه را آتش زدند. نارامی بعد از آن سر زده است که روز 4 فوریه جسد کارد خورده بختیجان ارتیقوف، یک ساکن روستای انتماق، را در نزدیکی روستای تاجیک نشین بوستاندیق پیدا کردند. ناامیدین نورماتوف، ساکن همین روستا که به قتل متهم می شود، غیب زده است. یک افسر پلیس منطقه روز 5 فوریه بر رادیو آزادی گفت بین تاجیک ها و قزاق ها نافهمی سر زده است و سبب بی‌ترتیبی شده است. به گفته مقامات بعد از فرستادن ماموران امنیتی و میلیسا به روستا، وضع در انتماق آرام شد. یک دیپلمات بلندپایه آمریکا میگوید همکاری‌های دوجانبه تاجیکستان و ایالات متحده بر ضرر هیچ کشور دیگر از جمله روسیه نیست. دانیل روزنبلوم، معاون یاور وزیر امور خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی، روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت همکاری‌های تاجیکستان و آمریکا به منفعت دو طرف و هم به منفعت تمام منطقه است و او امیدوار است که این همکاری‌ها برای حفظ صلح و ثبات مستحکم‌تر می‌شود. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان علیم شیرزمانوف، نماینده حزب سوسیال دموکرات، را به حیث نامزد به مقام وکیل در پارلمان ثبت نام کرد. علیم شیرزمانوف، رئیس دفتر حزب در بدخشان، روز 6 فوریه به رادیو آزادی گفت او از حوزه یک مندتی رقم 41 شهر خاروخ ثبت نام شده است. متاسفانه همون امتحان زبان دولتی که در خاروخ سپردم در کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی آن را حساب نکردم و از روی خط حزبی نامم را حذف کردم. همه بندهای قانون، طلبات قانون از طرف من اجرا شدند. اولا کنفرانس حزبی گذرانده شد، امتحان زبان دولتی را سپردن. خوشبختانه معلوم شد که مورد تعقیب جنایی قرار ندارم و دیگر یگان سبب دیگری نبود که نامزدیم را رد کنم. پیشتر از این مقامات انتخاباتی علیم شیرزمانوف و 8 نامزد دیگری پیشنهادی از حزب سوسیال دموکرات را ثبت نام نکردند، زیرا به گفته کمیسیون انتخاباتی در سندهای این نامزدها خطا وجود داشت. علیم شیرزمانوف از منتقدان حکومت تاجیکستان است و می‌خواهد در انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان در روز 1 مارس شرکت کند. رحیم سلطانزاده، معاون وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان، اعلام کرد که ماه ایون امسال در دوشنبه یک کنفرانس بین المللی درباره مسائل استفاده از آب برگزار می شود. در نشست خبری در دوشنبه در روز 6 فوریه مقامات بلندپایه گفتند همایش بین المللی از روز 9 تا 11 ایون در دوشنبه صورت می گیرد و در آن دیپلمات‌های بلندپایه از 10 کشور و سازمان‌های بین المللی شرکت می کنند. در تاجیکستان که سرچشمه 60% ذخیره‌های آب در آسیای مرکزی است، نصف زیادی مردم از آب پاک آشامیدنی محرومند. به گفته سازمان ملل، بنابر استفاده نادرست آب در آسیای مرکزی، اقتصاد منطقه هر سال 1 میلیارد و 800 میلیون دلار را از دست می دهد. در شهر دوشنبه برای شهروندانی که می‌خواهند به مهاجرت کاری به روسیه بروند، دوره‌های کوتاه مدتی آموزش زبان روسی و تاریخ روسیه آغاز شد. 62 دوره آموزشی با مساعدت مرکز تعلیمی کلان سالان در تاجیکستان صورت می‌گیرد و در دوره‌ها داوطلبان بعد از 3 ماه تحصیل برای دادن امتحان تاریخ و زبان روسی در روسیه آماده می‌شوند. طریق برنامه‌ای با راهکارهای مقامات‌های شغل اهالی اون شخصان فرا گرفته می شود که آنها باز تکرار می شود کم بضاعت هستند، یعنی یک حالت زندگی آنها دشوارتر است، آنها رو ما فرا می‌گیریم. روسیه از 1 ینور امسال معیارهای قبول مهاجران کاری را سخت کرد و دانستن زبان و تاریخ روسیه یکی از شرط‌های اصلی قبول به کار در روسیه شده است. روسیه میزبان بیشتر از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک است و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.